این دستگاه 6S رو داریم با مشکل بکلایت. دستگاه تصویر داره ولی خب بکلایت نداره. چک کنیم ببینیم مشکل چیه. 6S ما این نقششه. خب این سه تا پایه روی کانکتور مال مربوط به نگاه BL بکلایت ما میشن. کدوم سه تا میشن؟ 1 2 3. این سه تای اولی. اینم مقدار دیود ولیوشونه که باید به ما بده. حالا یه خوبی بالا پایین داره ولی خب باید به همون دیود ولیو بده. بریم تست بگیریم. این اولی داره 600 خورده ای، دومی اوله، سومی هم 600 و از چی شد؟ ما الان مشکلمون این لاین وسط کجا میره؟ میاد واسه اینجا که یه دونه سلف فیوزی اگه اشتباه نکنم این چیزیه که میتونه مشکل از این باشه که سوخته باشه. یکی از مشکلاتمون اینه که باید تست کنیم. نگاه کنید اینجا خازن نمیتونه به مشکل خورده باشه، چون اگه مشکل خورده باشه مسیر باید شورت بشه، یعنی اتصال به تعیین بمانه شده. پس اینجا این خازنمون میره کنار. یکی اینه که کنار میره، یکی این میتونه مشکل خورده باشه که قطع کرده باشه و اینکه اینجا نگاه کنید این خازن هم نمیتونه با مشکل خورده باشه و در نهایت هم خود این آیسی باید چک کنید. این قطعه که گفتم میتونه با مشکل خورده باشه نگاه کنید تو این وضعیت اون قطعه رو پای سازیش کردیم، دوباره گذاشتیم سر جاش ببینیم اون برگشته یا نه. 530 تا. پس ما الان LCD بندازیم روی این گوشی باید بهم تصویر بده، بکلایت هم داشته باشه. بطری جا نزدیم. اینم از بکلایت دستگاه.